بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، گرمترین سلام‌های ما را بپذیرید و امیدواریم که هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. بهروز ناصری هستم و خوشحالم که این هفته هم در خدمتتون هستم. این هفته ما در نظر داریم که خدمت شما دو بحث رو ارائه بدیم در فرصتی که هستم. فرصت خیلی کمه، اما موضوع اول رو به بحث برجام اختصاص داده ایم و موضوع دوم رو هم به استقبال از اول ماه مه. خدمت شما عرض کنم که در رابطه با قبل از اینکه بحث برجام رو شروع کنیم تمایل داشتم که مقدمتاً در رابطه با موضوعاتی که ما مورد بحث قرار میدیم و خدمت شما یکی دو نکته رو اشاره کنیم. به نظر من نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که شاید مسائل مهم روز از زوایای مختلف بتونه معانی مختلفی داشته باشه. من منظور اینه که بینندگان و شنوندگان گرامی، اگر رفقای عزیز اگر فکر میکنن که موضوعی رو مهم میدونن، از این فرصت و امکان برخوردارن که با تلویزیون با ما در میان بگذارن که ما بتونیم موضوعات مورد نظرشون رو به بحث تبدیل کنیم و اینکه رفقایی بخوان، فعالینی در داخل بخوان، بنا به اوضاع و احوال عمومی امروز مسائل رو طرح کنن که دیگران در مورد آن نظر بدن و به بحث و پولومیک تبدیل بشه، به بحث و گفتگو و دیالوگ تبدیل بشه. حتما این موضوعات رو با ما در میان بگذارید و دخالت و شرکت شما میتواند در کیفیت و زنده بودن برنامه تأثیر بیشتری داشته باشه. با این مقدمه ما سراغ موضوعات امروز رو میگیریم و امیدواریم که با دخالت و شرکت شما حتی المقدور برنامه با کیفیت تر و زنده تری رو داشته باشیم. اولین موضوع بحث برجام است. برجام از زاویه منافع کارگران و زحمتکشان. عمدن این کلمه منافع و کارگران و زحمتکشان انتخاب شده است به دلیل اینکه بحث برجام میتواند هم بحث وسیعی باشد و هم میتواند جوانب مختلفی رو در بر بگیرد که از جوانب تکنیکی تا غیر تکنیکی، سیاسی، طبقاتی و تئوری. طبعا اینکه راوی کیه، صحبت کننده کیه، تأثیر و جایگاه راوی کجاست، تأثیر مستقیمی در نحوه ارائه بحث و برجسته کردن جوانب مختلف موضوع داره. برای مثال، کسی که عضو تیم مذاکره کننده طرفین برجام کشورهای مختلفه از یه زاویه به موضوع نگاه میکنند. برای ما که داریم بحث میکنیم، مسئله را بررسی و کنکاش میکنیم از زاویه دیگه، به دلیل اینکه ایستگاه ها و مکانی که توش قرار گرفتیم و جبهه هایی که به آن تعلق داریم، منافعی که داریم تعقیب میکنیم، کاملا متضاد هم دیگه و جدا از هم هستن. به همین خاطر تأکیداتی که اینجا میشه میتونه از جنبه هایی برای با تأکیداتی که مثلا در رسانه ها میشه تفاوت داشته باشه. به نظر من بحث برجام رو باید در یک اوضاع خیلی عمومی تری رو نگاه کرد اگه بخوام این بحث رو باز کنم، به این معنا که بحث برجام یا برنامه اقدام مشترک بین دولت ها یا اون توافقی که چند سال پیش بین کشورهای اروپایی در رأس آمریکا و جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه هسته‌ای روی داد و طبیعی بود که
و طبیعی است که این برنامه اهدافی که تعقیب میکرد در چه چارچوبی است و پاسخ چه مسائلی رو میداد. اولین نکته ای که مطرحه اینه که کل برجامو نه به عنوان یک حرکت ابتدا به ساکن و از اون شروع کرد و از اون با اون به اتمام رسوند، بلکه به عنوان یک نکته، به عنوان یک برنامه در رابطه با در یک رابطه وسیعتری، یک رابطه کلیتری، کل نظام، کل سیستم و رویکردهاش، سیاستهاش در نظر گرفت. و منم از همین منظر کلی دارم نگاه میکنم. به نظر من بحث تکنیکی برجام برای ما موضوعیت چندانی نداره، اما پرداختن به جوانب مختلف شناخت، کسب شناخت از اون چرا داره. خیلی کوتاه مسئله اینطور بود که بعد از 2010 وقتی که کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی نشستند رو میز مذاکره که بتونن برنامه هسته‌ای ایران و جمهوری اسلامی رو مهار کنن و بهش در یک چارچوب محدود کنترلش کنن. بحث کنترل برنامه هسته‌ای ایران اگه در یک چارچوب بزرگتری قرارش بدیم رابطه خواهد داشت یا رابطه داشت و رابطه دارد با به طور کلی سرمایه های مختلف در منطقه و در سطح بین الملل و کشمکش هایی که این دولت ها به عنوان نمایندگان سرمایه منطقه‌ای با هم دیگه دارند و رابطه این کشورها با کشورهای بزرگتر، با کشورهایی که به عنوان کشورهای قطب‌های بین المللی سرمایه شناخته شده. همه اینها در مناسباتی که گاهن توأم با همکاری، همزمان که با هم دیگه در حال همکاری هستن، در حالت رقابت هم با هم دیگه هستن یا بودن یا خواهند بود. ما اگه بگیم در سطح بین الملل ما با سخنگویان مختلف سرمایه آمریکایی، اروپایی، چینی و روسی روبرو هستیم، در سطح منطقه‌ای سرمایه‌دارهای کشورهای سرمایه‌داری کوچکتری هستند، اما در بعد منطقه‌ای مدعی قدر قدرتی در اون منطقه هستند. ما در منطقه آسیا خاورمیانه ایران رو داریم، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، هندوستان، مجموعه اینها رو داریم که هر کدومشون بر اساس منافع خودشون مجموعی از روابط‌های توأم با همکاری و همزمان رقابت رو با هم دیگه دارن پیش میبرن. در این میان بعضی ها متخاصمن. ایران و عربستان در دو سوی کشمکش ها قرار دارن، ترکیه، اون طرف دیگه اسرائیل داریم و جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق و در دوران رفسنجانی به تئوری و نظریه تقویت و تسلیح موشکی خود رسید و در این رابطه تقریبا به خودکفایی رسید. اما رشد بحث موشک‌های بالستیک یا موشک‌های غاره‌پیما یا موشک‌های دوربرد و میانبرد با ظرفیت‌های مختلف فقط در اونجا متوقف نشد، بلکه این بلند پروازی به سلاح هسته‌ای و برنامه هسته‌ای منتهی شد. در خاورمیانه اسرائیل دارای صاحب بمب اتمی است. در کشورهای پاکستان، هندوستان، اینا همه بمب‌های اتمی دارن و جمهوری اسلامی با همون سیاست‌های اسلامیستیش از همون دوران بعد از انقلاب، اینکه راه قدس از کربلا میگذرد و همین سیاست اسلامیستی خودش رو از همون روز اول داشت و از همون روز اول سیاست تسخیر و سیاست تاثیرگذاری و سیاست اشغال و این رژیم تعقیب کرد. تعقیب سیاست‌های اسلامیستی به اینجا رسید که در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی
تقویت کننده نیروهای مختلف اسلامی و بعضا که به نام گروه های تروریست هم شناخته شده‌اند بوده است. ماجراهای جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی رو در عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین، در کل این کشورهای منطقه می‌بینیم. دخالشون در افغانستان نامضمون. به قول خودشون، به قول خود سران رژیم، اینها جنگ خاکریزها را به کشورهای منطقه میبرن تا خودشون در شهرهای ایران با معضلات مستقیم درگیر نشن و به همین خاطر تمام از لحاظ اقتصادی، تسلیحاتی، پزشکی در هر زمینه‌ای کمک کردن و تسلیح نیروهای مختلف اسلامی رو ازش دریغ نکردن و همه کردن. این تضاد منافع بعضی از سرمایه‌های منطقه‌ای رو با چالش و کشمکش روبرو ساخته است. از جمله از اونجا عربستان هست، از جمله دیگه ترکیه، مثلا ترکیه هست. اینا و در یک بعد بزرگتر آمریکا برقرار کردن تعادلی بین سرمایه‌های منطقه‌ای رو هدف خودش قرار داد. به این معنا که جمهوری اسلامی که در طول حیاتش در رابطه مخفی و غیر مخفی با آمریکا و کشورهای غربی قرار داشته است و همیشه در حال مذاکره مخفی و آشکار بودند، به هیچ وجه هدف این نبود که و اینم نیست که جمهوری اسلامی تغییر کند، رژیم چینج. یعنی هیچ وقت این در صورت کارشون نبوده، زیرا که تغییر رژیم جمهوری اسلامی با منافع کلی‌تر کشورهای غربی و به ویژه آمریکا همخوانی نداشت و در تضاد قرار می‌گرفت. پس در نتیجه برقرار کردن یا به وجود آوردن یک تناسب معقول بین سرمایه‌های منطقی، بین کشورهای ایران، عربستان، ترکیه، اونایی که مدعی هستند، این بیشتر به نفعشون بود تا اینکه یک جنگی به وجود بیاد که در این جنگ معلوم نبود که آیندهش به کجا خواهد کشید. به همین خاطر وقتی که کشورهای اروپایی و آمریکا وارد مذاکره میشن با جمهوری اسلامی، دقیقاً به این نکات اشاره میکنن، میگن و همه میترسن و این ترس کشورهای دیگه از جمهوری اسلامی هم کاملا واقعی بود که نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. از طرف جمهوری اسلامی ببخشید از طرف جمهوری اسلامی سیاست‌ها و پاتک‌ها و رویکردهای مختلفی اعلام شد. از جمله اینکه گفتن که آیت الله رهبرشون فتوا داده که ما سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم. اما در طول تاریخ تجارب و همه چیز نشان داده است که رژیم مذهبی، رژیم آیت الله ها، رژیم جمهوری اسلامی یکی از ریاکارترین رژیم‌های روی کره زمین است. اینا روش‌های مختلف خودشونو دارن، خیلی متخصصن، میتوانند با فتواهای مختلف فتوای قبلی را هم خنثی کنن و در جهت سیاست کلانشون گام بردارن. سیاست کلانی که برای جمهوری اسلامی حیاتی است، حفظ و ادامه حاکمیت خودش است و در این رابطه از هیچ سیاستی روی گردان نیست و دقیقاً به همین دلیل است که میتواند حتی فتواهای مذهبی که داده می شود تابعی باشد از یک مصلحت عمومی‌تر کل نظام. به این خاطر این فتواهایی که یا اعلام‌هایی که میکنن معتبر نیستن به هیچ وجه و اینا قابل تغییرن و اینا به معنای دیگه به غیر از فریب توده‌های کارگر و زحمتکش هیچ هدف دیگه‌ای رو تغییر نمی‌کنن. بحث برجام و بایست در بطن اوضاع عمومی، در بطن بحرانی که خود رژیم داره باش درگیر است و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که توده‌های کارگر و زحمتکش با آن مواجه هستند، در این اوضاع باید نگریست.
ما یک وضعیت کلی، فقر فراوان، بیکاری، گرانی مفرط، به طور کلی نه فقط زندگی انسانها را با مصیبت‌های خیلی فلاکتباری روبرو کرده است، بلکه چشمانداز روشن را هم کور کرده است. شما این وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو در کنار این بذارید که توده‌های کارگر و زحمتکش در سطح ایران فاقد تشکل سیاسی و طبقاتی خودشون هستند که بخوان منافع این طبقه وسیع را در کشمکش‌های سیاسی، اجتماعی و طبقاتی نمایندگی کنند. اینها را همه در کنار هم میذاری، ما طبیعی است که چشمانداز نسبت به آینده نمیتواند فی نفسه مثبت باشد، قابل بحث است. به همین خاطر بحث من اینه که ما برجام رو باید در بطن یک وضعیت عمومی تر ببینیم. من از لحاظ تئوریک یه مثلثی دارم که مسائل مهم رو بر اساس اون مثلث میسنجم. این به نظر من برای فعالین و برای همه ما این نگاه، این رویکرد میتونه مثبت باشه و خیلی خوب است. من یه مثلثی هست که در یک رأسش حقایق یا به قول اکادمیک ایمپیری قرار داره، در ضلع زیرش این هست که میگه کدوم شما این حقایق و وضعیتی که وجود داره این با کدوم تئوری در توضیح میدید، و مثلث سومش هم روش یا متدیه که شما به کار میبرید برای اینکه نشون بدید آیا تئوری شما میتونه توضیح دهنده اون حقایق و داتا ها باشه. در سطح داتا یا اطلاعات یا تجارب یا اون چیز حقایق و فاکت هایی که مشاهده می شود، در طول این بخش خیلی سنگین است. اطلاعات مربوط به این دادهای این بخش به طول 40 سال جمهوری اسلامی هست و از جمله اینکه جمهوری اسلامی این جزء داتاست، جزء حقایق و فاکت هست. تمام سیاست هایی که داره انجام میده و انجام داده است در راستای منافع خودش به عنوان یک رژیم مذهبی اسلامی ایدئولوژیک بوده و به طور کلی منافع و مصلحت و رفاه مردم کارگر و زحمتکش رو مد نظر نداشته است و ما هیچ داتایی نداریم که نشون بده خلاف اینو نشون بده. تئوری که این وضعیت فلاکتبار رو میتونه توضیح بده اینه که رژیم جمهوری اسلامی تنها برای حفظ و ادامه حاکمیت خودش دارد سیاست‌های مختلف رو اتخاذ میکنه و پیش میبره. مردم و توده‌های کارگر و زحمتکش کوچکترین جایگاهی در کل این سیاست‌های خرد و کلان رژیم ندارند و در رابطه با اینکه با کدوم متد میشه اینها رو ثابت کرد، هم متد کیفی و هم متد کمی میشه اینها رو به طور کلی نشون داد که جمهوری اسلامی به آمار متوسل شد. مثلا تعداد بیکاران چقدر، از وضعیت مردم چگونه است، درصد گرانی و تورم چطور است. یعنی با توسل به روش آماری، روش کیفی کمی میتوان این نظریه رو که جمهوری اسلامی تمام رویکردهاش در رابطه با حفظ حاکمیت خودشه انجام داده و از لحاظ کیفی هم میشه همین نظریه رو توضیح داد و نشونش داد. پس در نتیجه من این بحث برجامو در یک بعد وسیع‌تر گذاشتم و در این حال این نتیجه گیری شد که برجام به عنوان یک سیاست، یک رویکرد رژیم برای حفظ خودش و ادامه بقای خودش بیشتر معنا و مفهوم داره. من میفهمم که در جامعه امروز بشر به دستاوردهای مختلفی رسیده است. مثلا منابع مختلف انرژی رو داره، انرژی نفت رو داره، گاز رو داره،
انرژی خورشید رو استفاده میکنه، از انرژی باد استفاده میکنه در خیلی از کشورها و, و فقط منابع آب داره و در این حال هم انرژی هسته‌ای یکی از انرژی های خیلی مهمی است که در شرایطی که مثلا اگر در یک کشوری که اقتصادش بر اساس نفته و متکی به صدور نفته، اگه اون تموم شد بالاخره یک انرژی های جایگزین رو داشته باشن. این قابل درکه، اما مسئله اینه که باز برمیگرده به حکومت و به نوع رژیمی که حاکمیت دارد و تحت اون رژیم و اون سیستم این برنامه ها اجرایی میشه. برنامه هسته‌ای علیرغم اهمیتش، علیرغم مهم بودنش، اما میتواند کاربردهای چندگانه‌ای داشته باشد. از یه طرف شما میتونید با اون برق تولید کنید، در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرارش بدید. از یه طرف دیگه به ویژه اگه کشورهایی که دسترسی داشته باشن به راکتور آب سنگین به سرعت بتونن در راستای تولید بمب اتمی هم گام بردارن. یعنی اینکه حکومت چه حکومتی است و چگونه از این رشد صنعت و تکنولوژی استفاده می‌کند خودش موضوع فوق‌العاده مهمی است. جمهوری اسلامی هم از لحاظ نظری هم از لحاظ عملی هم تجربه 42 سال نشون داده است که این رژیم که فقط به خودش و تمام مردم رو به عنوان بندگان تعریف می‌کند نمی‌تواند، قابل اتکا نیست. اون سیاست‌هایی هم که میگوید معتبر نیستند که از انرژی هسته‌ای صاحب انرژی هسته‌ای باشه. به این خاطر به نظر من سیاست درست در رابطه با برنامه هسته‌ای این است که به برنامه هسته‌ای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگفته بشود، چرا که برنامه هسته‌ای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی صرفاً به انرژی که از اون استفاده های صلح آمیز از جمله تولید برق یا در آزمایشگاه ها قرار بگیره، از این فقط مورد استفاده قرار نمیگیره، از این فراتر میره و با این استدلال که چرا اسرائیل بمب اتم داره، چرا پاکستان که با شیوه تغییرآمیزی هم به اونا نگاه میکنن پاکستان اینا دارن، خب ما هم داشته باشیم. این حفظ قدرت از اونجا سرچشمه میگیره و براش تلاش میکنن، تلاش های آشکار و پنهان، اما تا امروز فقط تلاششون پنهانی بود. به این خاطر برنامه هسته‌ای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی خیلی خطرناک است و یک توافق عمومی اجتماعی بر سر این که ما برنامه هسته‌ای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نمیخواهیم میتواند سیاست درستی باشد. و ما برنامه مردود کردن برنامه هسته‌ای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه به معنای پس زدن این صنعت، این تکنولوژی نیست. روزی از روزها وقتی که یک حکومت دموکراتیک و سوسیالیست و واقعا مردمی تو ایران حاکم باشه، خب طبیعی است با تمام دنیا در ارتباط خواهد بود، ارتباط میگیره و ارتباط آن حکومت با دنیا، با کشورهای پیرامونی، این خاطر جمعی و این اعتماد و این اعتبار رو به دست میاره که اگر حکومت مثلا شوراهای کارگران و زحمتکشان بتونن برآورد میکنن که آیا به نفعشون هست یا نه، این بحث آینده است که انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز داشته باشن، خب حتما این کارو خواهند کرد و اون هیچ نگرانی هم در هیچ سطح منطقه‌ای و کشوری و بین المللی هم به وجود نخواهند آورد و این یک چیز کاملا عادی است. ما در نروژ مثالی بزنم، نروژ بعد از دهه 50 تلاشی کرد که راکتورهای اتمی داشته باشه که بتونه در این رابطه اونم صاحب برنامه باشه. چند 3-4 تا راکتور اتمی درست کرد که از اونا جنبه برای تحقیقات استفاده میکردن. بعدا به دلایل مختلف
که میتونه به دلایل تکنیکی باشه، دلایل سیاسی باشه، اینا به این رسیدن، به این نتیجه رسیدن که reaktorهایی که ساخته بودن رو درشو ببندن. حالا مثلا آخرین reaktoری که تو نروژ بود و 3 سال پیش بستن و کلا این پروسه رو قطع کردن. من منظورم اینه که و دولت نروژ اگر این کار تو اون برنامه رو ادامه میداد، طبعا بر اساس موازین و قوانین به رسمیت شناخته شده بین المللی این کار رو میکرد. کشور نروژ علیرغم اینکه یک کشور بورژوایی است، اما حداقل به اون مثل کشور جمهوری اسلامی پنهانکار، ریاکار و اینجور چیزا نیست. اون چیزی که میگفتن ما مثلا برای آب میخوایم، برای آب مورد مصرف قرار میدادن، یا مثلا مصارف دیگه و حتما میگفتن. به هر صورت من منظورم اینه که نگفتن به برنامه هسته‌ای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به معنای نفی تکنولوژی و برنامه هسته‌ای به طور کلی نیست و برنامه هسته‌ای رابطه مستقیمی دارد با حاکمیت و نوع حاکمیت در یک کشور مشخص. اگه ایران جمهوری اسلامی عوض بشه، سرنگون بشه، به جای جمهوری اسلامی شوراهای کارگران و زحمتکشان اداره امور را به دست بگیرند و این شوراهای زحمتکشان هم سیاست خارجی دارن، سیاست داخلی دارن، مناسبات خودشون رو با دنیای پیرامون دارن تنظیم میکنن و اعتبار و خاطر جمعی و از لحاظ امنیتی و غیر امنیتی به وجود میارن، خواهند داشت. بحث در رابطه با تکنولوژی هسته‌ای به نظر من در وضعیت دیگه قرار خواهد گرفت. اما یک توافق عمومی اجتماعی در سطح میلیونی میتواند خوب باشد که به طور کلی با برنامه هسته‌ای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگفته بشه. این تضاد داره با منافع کارگران و زحمتکشان، در تضاده. من توجه همه بینندگان گرامی رو به این جلب میکنم وقتی که تو سال 2015 اینا به توافق رسیدن بحث مسئله برجام و گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامی به وجود اومد، مقداری پول گرفت و تمام پولهاشو به جای اینکه مصرف پرداخت حقوقهای معوقه و بیمه های مختلف و وضعیت کار و معیشت توده های کارگر و زحمتکش بکنه، به جای این رفت و حزب الله، کل جریانات حزب الله اسلامی رو از لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و افغانستان و این جبهه و یمن و اینها را تقویت کرد، اینها را مسلح کرد. یعنی مثلا اگه فردا هم اینا گشایش دیگه بیاد در همون کشمکش‌های بین حکومت‌های بین خودشون، اینا مسئلهشون مردم نیست، بلکه مسئلهشون تقویت خود و تقویت بنیه نظامی و نیروهای وابسته به خودشون در کشورهای مختلف است و از این طریق بخوان مهر خودشون رو کل منطقه بذارن. به این اعتبار به نظر من بحث اصلا کلا برنامه هسته‌ای برجام بحث نامعتبری است تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم ایران، توده های کارگر و زحمتکش به این برنامه نه بگویند و به جای این برنامه ایران کشور ثروتمندی است و این کشور ثروتمند بخشی از هزینه خود را صرف مصالح عمومی بکند که و پاسخ نیازمندی هایی که مردم دارن. اینم نمیشه بدون اینکه اینم با خود پاسخ دادن به نیازهای مردم هم طبعا رابطه مستقیمی دارد با یه مبارزه در سطح وسیع‌تر و کشمکش‌تر. بازم اونم رابطه داره با اینکه جمهوری اسلامی نیازها رو برآورد نمیکنه و برای برآورد کردن ابتدایی ترین خواسته هایی که حق به رسمیت شناخته شده بین المللی است، این رژیم باید برود و نماند. این برای نماندن رژیم و برای اینها یک توافق خیلی کلی و وسیع در سطح اجتماعی لازم است که یک اقدام عملی بکنن. ببخشید
یک لحظه من معذرت میخوام. این من بحث برجام رو خلاصه کنم. اینکه برجام در یک در وضعیت کلی، در وضعیت امروز جمهوری اسلامی داره با این برنامه بازی میکنه و در طول مذاکرات ما روزانه در رسانه‌های مختلف با اخبار خیلی متناقضی روبرو میشیم. این اخبار متناقضی هم که میبینیم کاملا طبیعی است، به دلیل اینکه سیاست و رویکردی که اینها دارد همین اقتضا را میطلبد. این را میطلبد که به صورت متناقض اخبارهای گوناگونی بدن. اگر سوالی بیاد، مثلا فرض کنیم که وضعیت به کجا منتهی خواهد شد، به نظر من در این کشمکش هایی که امروز جمهوری اسلامی با اون درگیره، جمهوری اسلامی به صورت به شیوه موفق و پیروز بیرون نخواهد آمد، به دلایل مختلف، هم به دلایل بحران هایی که با اون درگیر است و هم به دلیل حاشیه‌ای بودن و حاشیه‌ای شدنی که در سطح بین المللی در اون قرار دارد. جمهوری اسلامی نمیتوند، در موقعیتی نیست که بخواد قیافه پیروز و پیروزمندانه به خودش بگیرد و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی موفق این کشمکش ها نخواهد بود. خود رژیم اینو میدونه و کشورهای غربی هم اینو میدونن، اما هم کشورهای غربی علیرغم اینکه اینو میدونن، جمهوری اسلامی هم آگاه موقعیت خودش هست و همه بر یک نکته توافق دارند، اینکه جامعه ایران را مبارزات وسیع توده‌ای، کارگری و توده‌ای فرا نگیرد و اگر توده های مردم دوباره به خیابان ها بریزند، چپ و راست بورژوازی منطقه‌ای و بین المللیش با همدیگه متحد خواهند شد که ایران به یک کشور رادیکال، به کشوری که توده های کارگر و زحمتکش تلاش میکنن که دخیل سیاست باشن به اون سمت نره. و ببینید آمریکا با هر تغییراتی که در خودش به وجود آورده باشه، مثلا مقایسه کنیم، مثلا خود شاید از نظر تئوریک بحث امپریالیسم قابل بحث باشه و مقایسه کنیم امروز با 100 سال پیش، اینا همه قابل بحثن، اما یک چیزشون ثابت مونده، اونم این که به شدت ضد کمونیسم، ضد کارگر و ضد زحمتکشی هستن و حاضرن با هر رژیم حتی سرکوبگری هم کنار بیان، کما اینکه اومدن، کما اینکه هدفشون هم تغییر نیست، که تناسبی به وجود بیارن که منافعشون تأمین بشه، منافع طرفهای مختلف. و در رابطه با این به همین خاطر توجه به این نکته، این که برجام میخواد این نقش رو بازی کنه برای حکومت خیلی مهمه. برجام به ما میگه که اتفاقا در این اوضاع سیاسی توده های کارگر و زحمتکش، نیروهای سیاسی بایست در سطح خیلی کلی به هم دیگه نزدیک شده و خواستار ارزش هایی باشن که این ارزش های دموکراتیک تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت رو تغییر مادی زندگی انسان ها. این نکته به نظر من خیلی مهمه در رابطه با مسئله اوضاع سیاسی امروز. و برجامو با خود رژیم باید دور زد. جمهوری اسلامی از اون به نفع خود استفاده میکنه و مردم هم به کل این برنامه نبگن و اینو بیان کنن. این بحث من بود در رابطه با برجام. کاک فؤاد، من ببخشید این وقتی که برای خودم گذاشته بودم برای صحبت در مورد برجام و این زنگ به پایان رسید، موضوع اول من تموم شد. حالا اگر یک قطعه موزیکی کوچکی هست، کاک فؤاد، من خواهش میکنم اول مه از راه میرسد،
روز کارگر در میان نور، میرسد از راه پرشور و فکور. بلبلان شادان، کرکسان گریان. روز کارگر در اول مه، میرسد از راه پوشیده خفتان، با رزمندگان ضد لاشخوران. روز کارگر میرسد از راه، کان و کارخانه میشوند شادان، صاحبانشان نالان و گریان. روز کارگر میرسد از راه، میپاشد سرور در ده و بستان، شهر و گلستان. روز کارگر میرسد از راه، ماسک بر صورت، چشمها غمگین، تند و خشمگین. میگوید به عزم آوایش رسا، گاهی چون تندر، گاهی خوش‌آوا، همچون سمفونی یا باد صبا. این لحن زیبا، صوت آشنا، می آید به گوش به سال و به ماه. شب‌های مهتاب یا وقت پگاه، صف تولیدگر برخیزید ز جا، صف تولیدگر برخیزید ز جا. اول مه از راه میرسد. روز کارگر در میان نور، میرسد از راه پرشور و فکور. بلبلان شادان، کرکسان گریان. روز کارگر در اول مه، میرسد از راه پوشیده خفتان، با رزمندگان ضد لاشخوران. روز کارگر میرسد از راه، کان و کارخانه میشوند شادان، صاحبانشان نالان و گریان. روز کارگر میرسد از راه، میپاشد سرور در ده و بستان، شهر و گلستان. روز کارگر میرسد از راه، ماسک بر صورت، چشمها غمگین، تند و خشمگین. میگوید به عزم آوایش رسا، گاهی چون تندر، گاهی خوش‌آوا، همچون سمفونی یا باد صبا. این لحن زیبا، صوت آشنا، می آید به گوش به سال و به ماه. شب‌های مهتاب یا وقت پگاه، صف تولیدگر برخیزید ز جا، صف تولیدگر برخیزید ز جا. با سلام‌های دوباره به شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز، در رابطه با استقبال از اول ماه مه، قبل از هر چیز ما تقریبا 2 هفته دیگه به اول ماه مه میرسیم و فرارسیدن و نزدیک شدن به اولی ماه مه رو از همین حالا به همه کارگران و زحمتکشان و همه رفقا و فعالین کارگری تبریک میگویم و برای همگان در این جبهه خودمون آرزوی تندرستی و سلامتی و موفقیت دارم. اول ماه مه همیشه سنتاً فرصت‌هایی به وجود آورده که روی مسائل مختلف سیاسی و مهم طبقاتی مربوط به جنبش، به طبقه بحث و گفتگو کنیم و ما هم از همین حالا به استقبالش میریم و تا روز اول ماه مه من روزهای یک شنبه که در خدمتون هستم
بخشی از برنامه رو به اول ماه مه اختصاص میدیم و در این رابطه یه مقدار صحبت میکنیم، با هم دیگه گفتگو میکنیم. امروز در خود این برنامه شعری و از رفیق که تازه رفیق فریدون ناظری سروده است و پخش کرد با صدای خود رفیق، که در آخر شعرش اینطور نوشته شده که من اونو میخونم که بگم. میگه میان پرده، میگه روز کارگر میرسد زرا، خشمی میزود روحش و تنش را، هوار میکند نعمت آفرین، تو در بیغوله مفتخور در کاخ، تو فروتن و لاشخور گستاخ، بیگانه ز خود زن برومند مرد تنومند، این وارونگی تا کی و تا چند. این است پیامم در اول مه، نعمت آفرین ای زاخ نشین، نابود باید کرد با ایستادگی، بهره کشی و این وارونگی. ضمن تشکر و قدردانی از رفیق فریدون برای این شعر خوبش، دقیقا منم میخوام تمایل دارم سوال کنم و همین بیت آخر و پیام این شعر رو به عنوان یک سوال مطرح کنم. این چون این یک معضل ماست، معضل تاریخی ماست، و اگر بخوایم این نظام وارونه و پر از بهره کشی و ستم و استثمار و سرکوب و پایمال کردن حقوق مردم کارگر و زحمتکش رو از بین ببریم، نابود بکنیم، دقیقا سوال اصلی و مرکزی اینه که ما این سیستم ستمگر و سرکوبگر رو چگونه میتونیم نابود کنیم. یعنی همون پیامی که در شعر رفیق فریدون هستش. تو سالهای گذشته فعالین کارگری به اشکال مختلف تلاش کردند، خیلی جسورانه اطلاعیه دادند و اول ماه مه همگرامی داشتند، تجمعات مختلفی به وجود آوردند و قطعنامه های مختلفی هم صادر کردند. اینجا من خدمت شما میخوام در رابطه با این به یک نکته اشاره کنم که در این رابطه داره با این پیامی که در شعرم هست. مثلا در یکی از قطعنامه ها که چند سال پیش بود، رفقای فعال چندین تشکل کارگری اومده بودن و یک قطعنامه خیلی خوبیو که بیش از 20 بند داشت و نوشته بودن و گفته این قطعنامه اول ماه مه امسال و امضا کنندگان چندین تشکل فعالین کارگری هم امضاش کرده بودن. خب دست خوش، دست مریضات، مجموعه اینها. من با کل بندهایی که در تو اون قطعنامه اول ماه مه اومده بود 100% موافقم، هیچ مشکلی نیست در این رابطه. اما من یه سوال داشتم، این سوالم اینجا مطرح میکنم چون رابطه داره با همین پیامم. سوال من اینه که این همه بندهای خوب و درستو چگونه میتوان متحقق کرد، چگونه میتوان به اجرا در آورد. یکی از بندهایی که تو اون قطعنامه اومده بود هنوزم یادمه، ممنوعیت کار کودکان بود. باش، خب شما بخواید کار کودکان رو ممنوع کنید، چگونه ممنوعش میکنید؟ خود این رقم، خود این خواسته ممنوعیت کار کودکان رابطه مستقیمی دارد با نوع حکومت، با سیستمی که حکومت میکند، حاکم در یک کشور. و برای اینکه کودکان کار نکنند باید یک سلسله فاکتور و شرایط دیگه‌ای در کل جامعه وجود داشته باشه. به قول معروف و به قول همین فعالین، جای کودکان کلاس درس است، نه خیابان و نه کار کردن. و برای این باید سیستم عوض شود. خب وقتی که سیستم عوض شود، سیستم چگونه عوض می شود؟ بحث مکانیزم هاست. سوال من، بحث من این است که
فعالین فعالین سیاسی احزاب بگیر تا فعالین کارگری رو بحث مکانیزم ها، رو بحث چگونگی تغییر مقداری مکس داشته باشن. مکس در این عرصه میتونه به نفع همه ما باشه. چون شما میگی ما اینو نمیخوایم، اینو میخوایم، باشه چگونه؟ به چه شیوهی؟ بس اینه که از هر زاویه‌ای، از هر دری که ما وارد بشیم، ما به اون مشکل و معضل بزرگ تاریخی میرسیم که طبقه ما تاریخاً ازش رنج برده است. اونم بحث تشکل است. تشکل‌ها، فقدان یا نبود تشکل‌های کارگری، تشکل سراسری کارگران، این یکی از کمبودهای خیلی بزرگ جنبش ما و طبقه ماست که در غیاب اون مبارزه به اون صورتی که باید و شاید و به اون جایی که باید برسه خیلی سخت میرسه. اینه که من اگه بخوام یک استنتاج خیلی کلی از این شرایط و اوضاع احوال داشته باشم، من رو این انگشت میذارم که تشکل کارگری امروز در این اوضاع سیاسی که ما باش مواجه هستیم درگیریم. بحران رژیم، بحران‌های مختلفی که رژیم باش درگیره، هم بحران داخلی هم بحران خارجی. از یک طرف دیگه وضعیت کار و معیشت که توده‌های کارگر و زحمتکش باش درگیره. از اون طرف دیگه پراکندگی و تشتتی که جنبش ما باش درگیره. همه اینها اینو میگه که بالاخره تغییر توی یک جامعه مکانیزم خودشو داره. تغییر از طریق تجمع و تشکل امکان پذیره، نه از طریق انفراد و تکروی کردن. تغییر از طریق اتحاد میلیون ها انسان با هم دیگه و تلاش اینها برای کسب خواسته های مشخصشون امکان پذیره، نه به صورت تنها و انفرادی. این یکی از استنتاجات اوضاع امروزه و به نظر من در این اول ماه مه تا جایی که به مباحثات برمیگردد، به نظر من میتوان مباحثات خیلی مهمی که مربوط باشد، ارتباط مستقیمی داشته باشد با کار و معیشت و تشکل و اتحاد طبقه در این بعد ماکرو در سطح وسیع انجامش داد. ما ناگزیر از اینها هستیم و الا هی بگیم خواهان تغییر هستیم، کاری در ریزش نکنیم، امکان پیشرفتمون کم خواهد بود. کما اینکه بورژوازی همین کارو میکنه. ما بورژوازی تئوریشو میده بر اساس منافعشون، بعد اون تئوری عملیاتی میکنه و برای اون عملیات مراحل مختلفی رو تعریف میکنه، گام‌های عملی رو تعریف میکنه. جنبش ما هم باید همینطور باشه. ما نباید ایدئولوژیک برخورد کنیم به خواسته هایی که کل جامعه رو این اتحاد وسیع و به وجود بیاره. کما اینکه من یک مثالی بزنم، جزء منش و رویکرد مارکس بود. حقیقتا مارکس خیلی آزاد منش بود، مارکس خیلی وسیع نگر بود. شما اگه دقت کنید، ما کمونیست‌ها همیشه به کمون پاریس به عنوان یکی از نمونه‌هایی رجوع میکنن که میگه در حکومت در تاریخ یکی کمون پاریس بوده که انقلاب اکتبر. خیلی خوب، کمون پاریس رو کمونیست‌ها به تنهایی انجام ندادن. این کارگران بخش خیلی زیادشون آنارشیست بودن و رویکرد مارکس اتحاد بین کمونیست‌ها و آنارشیست‌ها در جنبش کارگری بود، یا حداقل این بود که یک رابطه‌ای به وجود بیاره که بین اینها با هم دیگه همکاری داشته باشن که بتونن سیستم رو عوض کنن. یعنی در این بعد ماکرو، در این بعد وسیع باید امروز ما باید فکر کنیم، چون هدف تغییر اوضاعه. هدف این نیست که ما به تنهایی نمیتونیم کاری بکنیم. کارگران در یک رشته معین نمیتوانن به تنهایی با کل سیستم در بیفتن، بلکه کارگران در جاهای مختلف، صنوف مختلف، در عرصه‌های مختلف کاری، محیط‌های کاری، اینها باید در شبکه‌های ارتباطی با همدیگه در همدیگه تنیده بشن و این پیکره عظیم
خودش رو به عنوان یک پیکره عظیم نشون بده و این یک نگرش خاص خودش رو میخواد. یعنی اول مهمه این فرصت رو به ما میده که روی مهمترین مسائلی که مربوط به جنبش، موانعها مکس کنیم و راه پیشروی و نکاتی که پیشروی ما را و رشد جنبش ما را فراهم میکنه رو نکات به توافق برسیم. من صحبت در رابطه با اول ماه مه اینجا صحبتم در رابطه با اول ماه مه رو اینجا یک نقطه میذارم تا هفته آینده و روی نکات مختلف مهمی که مربوط به جنبش کارگری مرتبط به اول ماه مه رو با هم دیگه بحث و گفتگو میکنیم. امیدوارم که همه شماها سلامت و تندرست باشید و امیدوارم که با همدیگه یک گفتگوی زنده‌ای داشته باشیم در رابطه با معضلاتی که جنبش کارگری روز درگیر روبروست و ما باید چیکار بکنیم. من کلام آخر رو با این پیشنهاد به پایان میبرم. اینم این که در کشورهای مختلف از جمله کشور نروژ مرسوم است که اتحادیه های کارگری برای اول ماه مه رو یک یا دو خواست مشخص به توافق میرسند و کل اون جنبش رو این یک دو خواست رو مطرح میکنن، برجسته میکنن. شرایط ها فرق میکنه با هم دیگه، اما میشه اینو به یک شکلی به شکل انطباق داده شده در مورد ایران هم به کار برد. مثلا ما به جای اینکه جنبش کارگری، البته اینو فعالین کارگری و کارگران تعیین میکنن، اما این یک نظر است، به جای اینکه یک خواست 20 ماده‌ای رو ردیف کنن میتوان رو 3-4 خواستی که امکان بسیج عمومی رو داره به توافق برسن و اینو به تایید کل جامعه برسونن. ما با نامه‌های مختلفی در جنبش‌های مختلف مواجه هستیم. فعالین کارگری هم میتونن این خواسته ها، ما هم میتونیم خواسته ها در قالب مختلف مثلا بیان کنیم و تلاش کنیم که اتحاد و تایید و پشتیبانی و حمایت کل شهر رو، یک شهر و شهرها رو در مورد اون خواسته هایی که جزو توافق فعالین است به دست بیاریم. ما این بحث رو در هفته آینده هم پی میگیریم و برایتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم تا یک شنبه بعد. خیلی ممنون، وقتتون بخیر.